با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت دوستان و همکاران محترم. امروز میخواستیم در رابطه با نظارت صحبت کنیم در صنعت ساختمان. به طور کل نظارت در صنعت ساختمان تعریف بسیار گسترده‌ای داره. با توجه به پیچیدگی پروژه ها و تیپ قراردادهایی که ما در حوزه صنعت ساختمان داریم، عملا سبک‌های مختلفی برای نظارت کردن و بهره‌وری از پروژه ها داریم. به طور کل اگر ملاحظه بفرمایید این اسلایدی رو که من میخوام براتون نمایش بدم، مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت ساختمان یک دوره خیلی کوتاه مدتی رو به مدت 18 ساعت براتون تدارک دیده در حوزه تربیت ناظر حرفه‌ای، که در این دوره ما طی در واقع 5 بخش و 5 سرفصل میایم تعریف مبانی و اصول استانداردهای نظارت رو تعریف میکنیم. مسئولیت‌های حقوقی قانونی، رویه‌ها و فرآیندهای نظارت، نکات مهم فنی مهندسی و در واقع تکنیک‌های ویژه، و در قسمت آخر که قسمت بسیار جذابی هست یک انتقال تجربه ای رو در این حوزه خدمتون خواهیم داشت. به طور کل اگر بخوایم یک تعریف جامعی از نظارت داشته باشیم، مجموعه فعالیت هایی است که حاصلش انجام یک پروژه است و ناظر یا سوپروایزر یه شخص یا گروهی که الزامات تمام فرآیندهای انجام یک پروژه رو کنترل میکنه و خب قطعاً باید صلاحیت و تجربه لازم رو داشته باشه. یه تعریف موازی دیگری داریم ما به اسم بازرس یا اینسپکتور، که معمولا این تعریف با ناظر بعضی وقتا اشتباه در واقع برداشت میشه. ببینید دوستان، بازرس شخص یا گروهی است که جدای از روابط فرایندی فقط بخشی از کار را با دقت و ریزبینی فراوان کنترل میکنه و از صحتش مطمئن میشه. به طور متداول اگر یک پروژه تعریف بشود از 3 بخش: طراحی، خرید و اجرا، عموماً ناظران در کل پروژه حضور دارند و فرآیندهای طراحی، خرید و اجرا رو کنترل میکنند. ولی بازرسان یا در واقع فعالیت بازرسی فقط در حوزه خرید و اجرا ورود میکنه و بخش‌هایی از اون رو به دقت بررسی میکنه. ملاحظه بفرمایید دوستان، در این چارتی که تهیه شده نظارت بر اساس تیپ پروژه ها و نوع قراردادها طبقه بندی شده در 3 بخش. بخش اول شرکت های بین المللی دخیل پروژه های ملی هستند که عموما شرکت های خارجی هستند. بخش دوم نظام فنی و اجرایی هستش که عموما پروژه های عمرانی و غیر عمرانی رو در بر میگیره، و قسمت سوم هم سازمان نظام مهندسی هست که پروژه های ساخت و ساز شهری رو کاور خواهد کرد. در این قسمت اگر ملاحظه بفرمایید ساختار عمومی قراردادهای پروژه ها از تک عاملی، 2 عاملی، 3 عاملی، 4 عاملی و 1 پارچه تشکیل شده که در حوزه‌های مختلف مثل ساخت و ساز شهری، نظام فنی اجرایی و شرکت‌های دخیل پروژه‌های ملی در واقع ترکیب شده. ملاحظه بفرمایید در حوزه مثلا ساخت و ساز شهری ما بیشتر قراردادهای امانی رو داریم. در حوزه قراردادهای 3 عاملی قراردادهای روتین و متداول پیمانکار، مشاور، کارفرما رو داریم. در حوزه 4 عاملی عامل چهارم که عموماً با 3 عاملی میتواند تلفیق شود، مدیر طرح رو داریم یا مدیر پیمان. قراردادهای 1 پارچه عموماً تیپ قراردادهایی هستند که در حوزه تأمین سرمایه و جذب سرمایه گذار دخیلند، و قراردادهای 2 عاملی هم عموماً قراردادهای طرح و ساخت و EPC هستند. ما در قسمت قراردادها در ادامه در دوره‌ای که خدمتتون عرض کردم مفصل صحبت می‌کنیم. هر کدوم از این قراردادها معایب و محاسنی دارند و باید با یک استراتژی تعریف قرارداد به پروژه دوخته بشه. ببینید دوستان، پروژه های عمرانی و غیر عمرانی، تعریف پروژه عمرانی در یک جمله پروژه هایی است که بودجه اون در
برنامه بودجه کشور تعریف می شود و عموما پروژه های سدسازی، راهسازی، پروژه های عامل منفعه‌ایه که دولت در واقع طراحی میکنه و اونها رو اجرا میکنه. در پروژه های صنعتی هم همینطور. این تیپ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی است. غیر عمرانی عموما بودجه‌ای در برنامه بودجه کشور براش تعریف نمی شود. در پروژه های ساخت ساز شهری که به صورت متداول تقریبا همه دوستان باهاش آشنا هستند و تعریف خاصی ندارد. پروژه های شرکت های بین المللی پروژه های بسیار بزرگی هستند که پیچیدگی های خیلی خاصی دارند، مثل پروژه های صنعت نفت و گاز که من الان یک بخشش رو براتون اینجا آماده کردم. یک فیلم کوتاهی رو ملاحظه بفرمایید دوستان. همونجور که مشاهده میکنید این پروژه ها پیچیدگی های خیلی خاصی دارند در حوزه اجرا، یعنی ترکیبی از چند بخش تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، پایپینگ، سیویل، معماری و مجموعه اینها در واقع یک پالایشگاه رو تشکیل میده. حجم فعالیت ها به قدری زیاد است که سیستم های نظارتی خاص خودش رو داره و ما سعی داریم در این دوره آموزشی این سیستم ها رو برای شما تعریف داشته باشیم. خب در این قسمت من توضیحاتی که در رابطه با پروژه ها دادم خدمتون و انواع نظارت ها رو که گفتم خدمتون حضور ذهنی که انشالله پیدا کرده باشید. امیدوارم بتونم در فایل های آینده سیستم های نظارتی رو که منطبق با این تیپ پروژه ها و قراردادها هست رو خدمتون به درستی تعریف بکنم و این قسمت رو تمام بکنیم. خیلی متشکرم از توجهی که داشتید. روز شما بخیر. خدا نگهدار.